سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از هر جایی که هستین جور سلامت باشین و تشکر میکنم از شما که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. و موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است که هنرمندای مختلف خواندن ایره و ما مو شیرایی را که خانم نغمه خواندن امونا رو انتخاب کردیم. میریم و به انتخاب دوستای ما ای آهنگ یک جا شروع میکنیم. اخ جانان میلارو اوس مزنشت دکلی. ای آهنگ زیبا رو میخوایم از اف بخونم. ای آهنگ در Natural Minor Scale جوش شده دوستای عزیز، یعنی مربوط تا تاساوری است. در خواندن آهنگ فقط 3 نوت استفاده شده، سه ری گه، فقط میقدر، ولی در میلودیش باز دیگه نوت ها همچنان استفاده شده. خب Natural Minor Scale اگر ما از اف بخونیم چه رقم شکل داره؟ سا ری گا ما پا دا نی سا، سا نی دا پا ما گا ری سا. فقط اینمی 3 تا نوت در خود آهنگ وقتی که میخوانند در قسمت هایی که خوانده میشه سا ری گا، فقط امی 3 تا نوت استفاده شده. انترلود و انتروی آهنگ یک رقم است. انتروی آهنگ از اینمی اف ماینر کورد شروع میشه و از ری شروع میشه دوستای عزیز. یعنی چی؟ یعنی میگه ری سا نی سا فا نی سا ری سا نی سا. امرا یک انگشت. آهنگ بعد از انترو در اف ماینر کورد استارت میشه و از این اینجا آهنگ شروع میشه. اخ جانان میلارو، آهنگ از ری شروع میشه دوستای عزیز. اخ جانان میلارو اوز مزنشتا دکلی روکا جدایشا دیر پچی غمی جڑلی. اخ جانان میلارو، اخ جانان میلارو. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز. امرا یک انگشت کار میکنم. اخ جانان میلارو اوز مزنشتا دکلی روکا جدایشا دیر پچی غمی جڑلی. اخ جانان میلارو. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز و موسیقی که در بینش نواخته میشه هم همچنان چیزی است که من در شروع کار کردم. یعنی چی؟ یعنی ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر است دوستای عزیز و میریم ما در دادره پشتو تمرین میکنیم.